ازدواج کنی دوستش ندارم. تازه بیری یه روز بخواستی باش عروسی کنی به من نشون میده. من گفتم قبول، خودت میفهمی، نمیگی که چرا. یعنی خوشم اومده ازش میگیش. گفتم نه که ازش خوشم نیومده. بعد اگه من ازش خوشم اومد بعد تو خوشت نیومد من چیکار کنم؟ نمیتونی هیچ کاری بکنی. نگیرمش؟ نه. چرا؟ من باید جمعتو بدم. از تو چی؟ من باید بگم. من دست توه؟ من میرم میگیرمش. ببین به خدا به قسم آیه اگه تو بری سر خود در خود زن بگیری، من به خدا اگه خوشم نیاد ازش به خدا به جون اصلا راست میگم یا تو غذاش سوزن میریزم یا با چاقو میکشمش. چرا میکشیش؟ خب من دوستش دارم اون وقت. چون که من اونو دوست ندارم آقا جان، دوستش ندارم، غلط کردم. اونو اگه گفت تو دوست نداره چی؟ به خدا به قسم اگه گفت دوست ندارم من تو میکشونمت میارمت. کجا؟ خونه. به خدا. خب من میخوام پیشش بمونم. خب من به خدا نمیذارم پیشش بمونی، یا اونو میذارم میکشمش یا تو بالش کنم یا تو رو. منو میکشی؟ نه تو رو.